اگه میخوای بدونی چقدر از ایران مال سهم داری تا آخر ویدیو رو ببین. بانک آینده حدود 42% از کل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی رو به خودش اختصاص داده که این کار دقیقاً موتور محرک پایه پولیه. حالا پایه پولی چیه؟ پایه پولی به بیان ساده میشه مجموع پول‌هایی که دست مردمه به علاوه مقدار ذخایر بانک‌ها. وقتی این عدد بزرگ بشه نقدینگی میره بالا و در نتیجه تورم افزایش پیدا میکنه. در واقع بانک آینده با این اضافه برداشت کار تامین مالی پروژه ایران مال رو راحت کرده. میشه اینجوری بیانش کرد که پول ساخت ایران مال از جیب مردم به واسطه تورمی که ایجاد شده برداشته شده. طبق گزارش‌ها این کار باعث بالا رفتن 25% پایه پولی شده که با توجه به سهم 42% بانک آینده از اضافه برداشت از بانک مرکزی میشه اینجوری نتیجه گرفت که بانک آینده مسئول 15% از تورم سالانه ایرانه. اگه اینجوری حساب بکنیم که بدهی 500,000 میلیارد تومانی بانک آینده بخواد با چاپ پول صاف بشه، انگار هر ایرانی بیشتر از 5,500,000 تومان از جیبش رو به علی انصاری بخشیده.